بابای حاجی میرزا گوید که در این شرایطی که کرونا آمده است ما روزه بگیریم یا نگیریم؟ برادران، خواهرای عزیز، من چند روزی هست که خیلی و خیلی یگون جای مبالغهش نیست، تلفن‌های زیاده که مرا خود آدمای بیمار شدگی زنگ میزنند یا نفرهایی که مقصد از ترس بیرون نمیبرایند که در ملک‌های مقصدمون غریبی هستند. من چندین تای اونها را با هم طریق تلفنم گفتم که شما در یک حالت قرار دارین که این حالتی که حتی شما خود میگوین من بیمار هستم یا میگین حتی که خوردنی چیزی نداریم یا او خوردنی هایی که ما داریم مقصد هیچ قوتی نمیبخشد، با در برابر این مشغولی بکاریم که هم حاضر کاریابی در این لحظه هایی که حاضر هستین که خودتان میگوین که هیچ امکان ندارد حتی همون روز شما طعام شده میابین. زین لحاظ برادرای عزیز، این آیت هایی که بیشمار در قرآن ما داریم و حدیث هایی که از پیامبر داریم، یسیرو ولا تعسیرو، این بشیرو ولا تنفرو، اینما بعثت میسرین ولم تبعث معسرین. حبیب خدا میگه آمدم که تا آسانی بیارم به بنده های خدا، نه آمدم که تا مشکلات بالای بنده های خدا بیارم. از این لحاظ برادرای عزیز، در این حالتهایی که شما قرار دارین شما روزه هاتون بخورین و انشاءالله شما این روزه ها را قصدا نخوردستین. شما در اینجا عذر دارین، عذر شما را شریعت میپذیره. خدا خواهد این روزه های سخت که گذشت شما بعد میتونین که در هر یک روز خوردگیتون یک روز روزه بگیرین. این از حکم شریعت برای شما. خداوند همه شما را بیماری هاتون را شفا دهد و کسایی که مبتلا نشیدن خدای مهربان شما را مبتلای این بیماری نکنه. برادرایی که شما از اونا منتداری میکنین که دستان میگیرن برای شما خوراکه میتن، خدای مهربان اونها را توفیقاشونه، محبتاشونه، اخلاصاشونه به دین خدا با زیاد کنه و همچنان همیشه دستاشون پر از مال باشد تا که خدا برای اینا این چنین انصاف داده است که از حال شما خبر میگیرند. دیگر سوال، بابای حاجی میرزا خب معنای همین را گویید، لا اله الا الله وحده لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. معنای این برادرای عزیز لا اله الا الله معناش همین است که بجز الله توانا دیگر الهی نیست، دیگر معبودی نیست بجز آن خدای بزرگ، آن خدای توانا، آن خدای بی‌مثل، آن خدای بی‌مانند. وحده لا شریک له، الله مهربان بین تنهاست، یک است و هیچ شریکی ندارد. احدا صمدا، البته باز هممون است، خدای یگانه است، خدای یکتاست. صمدا، این خدای هست که نیاز ندارد. چگونه که ما نیاز داریم الله نیاز ندارد. لم یلد و لم یولد، خدایی هست که کسی را نزاید و خدایی هست که از کسی هم زاییده نشده است. ولم یکن له کفوا احد، خدایی هست، اللهی هست که هیچ قدرت، هیچ توانایی، این خاص زمینی باشد خاص آسمانی باشد، به قدرت این، به توانایی این پروردگار برابر شده نمیتواند. این شما دایم خوانین، این بسیار ثواب کلانم دارد. بابای حاجی میرزا گوید که معنای سلفی چیست و چی کسانی را سلفی میگویند. سلفی برادران عزیز کسانی را میگن که پیروی از سلف صالح دارند. سلفی گفته گذشتگان، یعنی گذشتگان ما
از پیامبر نازنین ما سر کردگی تا چاریارا و تا دیگر اصحاب پیامبر، تا امام ابو حنیفه و امام احمد و امام شافعی و پیروای کسانی که به آیت قرآن به حدیث پیامبر عمل میکنن، رفتار میکنن، یعنی معناش همین است که اینها را میگن سلفی. یعنی سلفی به معنای پیروی از گذشتگان. ولی اگر مقصد ما سلفی هایی که در ما بودن، اگر مقصد شما اینها باشد، برادرای عزیز، اگر جای بیخفگی باشد، اینها را سلفی گفتند، ماها برادر عزیز حق نداریم. زیرا که سلفی کسانی هستند که چیز آیت و حدیث پیامبر میگد از او مقصد بیرون نمی شود، لیکن این توده‌ای که در ما بودن و بود نفرهای شاید که در بینشون کسانی که از همین کرداری با باقی مانده‌شون بیزار بودن، اینا نزاعی بودن، یا را نزاعی یا نظام میانداختن، اینا همیشه جنگ میانداختن، همیشه کردار اینها مقصد به موافق آیت و حدیث نبود. زیرا بسیار در اینها اخلاقهای بد، بسیار سخنهای زشت برادر از شنیده میشید. برای همین بگذار همون برادرها منم شنونم این چیزا باید خودشون اقرار کنن که مقصد حقیقتا از همون پیروی سلف صالح را نکردن. آن چیزی را که عزیزای خدا، من اینجا بسیار مثال آورده میتونم، لیکن حاجت به این نیست. ولی در اصل کلمه سلفی که یک توده مردمی که نزاعی بودن برای خودشون ایرا گرفتن، با اونها مناسبی این نام نبود برادر عزیز. زیر لحاظ سلفی کسانی را میگن که آن چیزی را که از رفتار صحابه های پیامبر میبینیم، از حدیث های پیامبر میبینیم، 100% در همون داخل شده باشن، انشاءالله اینها را سلفی گفتن. اگر ما و شما هم پیروی از این آیت ها و حدیث ها داشته باشیم، اگر در راست ما خب سلفی گویند، مقصد یگان جایی ای بگیم و یگان جایی از بس که این کلمه داغدار شدگی است، زیلیات بسیاری آدم ها حذر میکنن که سلفی ما نگویند. یعنی این کلمه را اینها داغدار کردن. زیرا من بسیاری از نفرهای را میدانستم که همون نامشون سلفی بود، لیکن در صحبتاشون بجز غیبت چیزی نبود، حالا که غیبت هم به آیت حرامه هم به حدیث حرامه. ببینید چقدر مثال بدبینی به حدیث و به آیت، مثال بدگمانی به حدیث و به آیت ثابته که در همین توده مردمی که خودشون سلفی میگرفتن، در اینها برادر از این چیزها دیده میشه. و این خاطر من اینها را ملامت میکنم، لیکن در اصل معنای کلمه سلفی پیروی از گذشتگان بود. دیگر سوال، بابای حاجی میرزا گوید که من سال گذشته روزدار بودم، ولی پدرم از من خفه شد به خاطر که من امکانی رفتم به صحرا را نداشتم تا مالها را بیارم. آیا نزد الله گناهگارم یا نه؟ برای آن که من روزدار بودم و بیحال بودم. برادر عزیز و گرامی، حقیقتا در نسبت بسیار این سوال ها از ما می شود. شما در حالت روزه داشتن وقتی پدر اطاعت نمیکنین، مادر اطاعت نمیکنین، این یقینا دیگر این روزه خودش عبارت از تربیه است. وقتی در داخل روزه مقصد من روزه دارم گفته دیگر پیش پدر بلند نشه، من روزه دارم گفته در یگان کاری تر اگر مقصد پی کار بگیرن دیگر دنبال کار نره که من روزه دارم گفته، این میدونه که اطاعت از پدر و مادر نکردن این گناهش برادر عزیز ای او ثوابی که روزه میگیری این وزن تره. برای این خاطر شما در برابر روزه داشتنتان هر چیزی را که از جانب پدرها و مادرها میشوند، فقط یک اگر ما را در یک دلالت راه نادرست کنن، این حالت من
از مثال پدر یا مادر اطاعت نمیکنم، ولی همون اطاعت نکردن من بسیار باید با سخنهای نیک نرم قطعی فهمونم. نه اینکه مثال درشتانه و تو این حق نداری، این خلقتی من معامله نکو، این خلقتی من گپ نزد. برادرای عزیز، در این شما گناهگار میشین. برای که حتی در سوره لقمان هم خدای مهربان میگه حتی پدرت اگر دین نداشته باشه، یعنی بگذار بگیم که یک آدمی بیدین باشد، یک آدمی بت پرست باشه، حتی میگه شما حتی حقی احترام او از بالای سر شما دور نمیشه. شما باید او را حتما احترام داشته باشید. خب سوال دیگر بابای حاجی میرزا گوید من میتوانم بعد از رکوع خیستن ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی گویم و در بین دو سجده رب اغفر لی، و چی در نمازهای فرض باشه و چی در سنت میتونین. البته شما وقتی بلند شدین این کلمه هایی که شما آوردین ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا را گوین، هیچ یگان باقی نداره. یا در حالت سجده رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، شما سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، شما اینها را میتونید گوید، یگان زیانی ندارد انشاءالله. خب بابای حاجی میرزا گوید که من میتوانم که به خاطر احترام نزد پدر و مادر سجده کنم. برادرای عزیز و گرامی، یعنی احترام پدر و مادر عبارت از این نیست که تو در پیش پاش افتی و سجدش کنی، لیکن اگر شما پای ویا بوسه کنی، دستاش اگر بوسه کنی، پیشانیش اگر بوسه کنی، انشاءالله در این گناهکار نمیشی. ولی مقصد چی است؟ در پیش خواه پدر خواه مادر خواه کسی نباشد، انسان افتیده و چخیلی که در پیش خدا سجده میکند، این در اجازت نیست. ما حدیث داریم برادرای عزیز که جناب ابن ماجه میارد، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و آله لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. پیامبر میگه اگر سجده کردن برای نفر اجازت میشد، من زنها را امر میکردم تا پیش پای شوهرهاشون سجده کنند. امام احمد همین حدیث با طریق دیگر همین متن آورده است و گفته است من عظم حقه علیها. به خاطر چی؟ به خاطر که حق بلندی که مردها بر بالای زنها دارند. اگر اجازت میشد من زنم میگفتم پیش مردها سجده کنم. از این لحاظ یعنی اجازت نیست، نه زن پیش مرد، نه فرزند پیش پدر و مادر. یعنی حق تعظیم فقط و فقط نزد الله هست. فقط الله حق تعظیم دارد. میانمون خم میکنیم، سرامون در خواب میمونیم، پیش الله همش اجازت، پیش مخلوقش برادرای عزیز اجازه. این احترام پدر و مادرم در خدمت کردن شد. یعنی شما دل ویا راضی کنین، دل ویا به دست بگیرین، انا همین احترام پدر و مادره. اینا میگن احترام کردن. بسیاری از برادرای ما به قدر پدر و مادر ها نمیرسن، در زندگی به قدرشون نمیرسیم، بعد مردنش بعد دیگر مقصد نمیدانم آبهای چشم روی ریا هست، یا اینکه نان و آب دغدغه‌ای که میکنیم، اینها دیگر برادر عزیز، در اینها دیگر تو امید نکن که یعنی آن ثوابی را که من در حیات میگرفتم او را بعد مرگ گرفته میتونم. یا بسیار من دیگر صورتاش را میاریم در تگای مثال در تنای دیوال من میزنیم، اینا معنای احترام ندارن. در حیات به قدرشون برسیم.
در حیات هم تا دستش برداره بگه بچه من از تو راضیم، خدا برکتت دهد. انا همین برای شما خدمت های. خب بابای حاجی میرزا گوید که من می توانم که در نماز تراویح در دستم تلفن گیرم و از روی آن ختم قرآن کنم. نه، این اجازت نیست که ما در دست تلفن بگیریم یا قرآن بگیریم و از روی آن مقصد ختم قرآن کنیم. اگر یگان نفری که حافظ قرآن از پیش در آیه و کسی که وی لقمه میتید، انا اون کس اگر تلفن در دستش داشته باشد یا کتاب در دستش باشد، برای اون کس می شود که هرگاهی که در کجایی که فراموش کردی وی لقمه میتد. اینش درسته. بابای حاجی میرزا گوید که کیناهای حضرت یوسف، حضرت عمر را تماشا کردن جایز است یا نه؟ کیناها را، همین کیناهایی را که اگر اهل سنت و الجماعه مثل حضرت یوسف یا حضرت عمر یا حضرت ابوبکر، کیناها بسیار است، لیکن نگاه کنین که تهیه‌گراش کیه. اگر تهیه‌گران اینها مثال اهل تشیع باشد، یعنی شیعه ها باشد، بعد در داخل اینها بسیار خرافات ها و شرکیات و بسیار عقیده های نادرستی را میمونند که بعد همون نفرها در نظر شما برادرای عزیز به موافق تهیه اونها داخل میشه. برای همین اهل سنت از آن چیزی که منبع های خود ما داریم از این که کینا میسازن اینها را تماشا کنیم. یعنی هر کتابی را که ما میخوانیم ما میبینیم صاحبش کیه. انا همین کیناها را هم دیدن در کار، کیا همین را تهیه کردن. یعنی اینها مقصد اهل سنتن یا اهل تشیع؟ اگر اهل سنت باشه تماشا میکنی. بابای حاجی میرزا من دختردار شدم، در گوشش نام الله هست. این چی معنی داره؟ خیلی معجزه‌های الله هست. می شود که در گوشش نام الله میاد. شاید بسیاری من دیدم در همین اینترنت تا چه اندازه که حقیقت دارد. بعضی میوه ها را پاره میکنن در درونش صورت الله هست. بعضی آسمان را نشان میدهد با ابر سوره مثل کلمه الله پیدا شده است. اینا قدرت های الهی میشوند. برادر عزیز این معجزه هستند که انشاءالله باز برای همون صدق ما یا برای گوییم که همون دینداری ما، برای توفیق ما، اینها انشاءالله با دلیل ها و حجت ها هستند. بابای حاجی میرزا شما گفتید که دجال در وقت نزدیک شدن قیامت می آید. بعضی ها می گویند که این در دوره حضرت موسی و عیسی بود. برای ما معلوماتی من برای همین پیشتر گفتم که درباره دجال، درباره یعجوج معجوج، درباره اون حیوانی که بیرون می شود و سخن می گوید با مردم و دیگر علامت های قیامت ده من برنامه دیگرم ده یک برنامه مخصوص میکنم انشالله درباره همین علامت ها. و دویم سوالی را که در اینجا گفتم جوابش میگردانم، مرده میشنود یا نمیشنود، روح عذاب میکشد یا جسم، در گرد اینا یک گویم همین دو سوال خطی من 40 یا 50 دقیقه صحبت میکنم. شما از اونجا میتونید که بعد معلوماتتون بگیریم. برادر عزیز بابای حاجی میرزا گوید که به وضو امر معروف گوش کردن درست است. طهارت هم که نداشته باشین امر معروف و گوش کردن هیچی باکی ندارد. دراز کشیدگی هم که باشین گوش کردن هیچی باکی هم ندارد. حتی به امر معروف هم یا آیت قرآن هم شما اگر به طهارت هم که باشید مثال گوش کردن یا در جای خواب دراز کشیدین و مثال در گوشاتون میمونین، خب یا اینکه تلفن هم میمونین یا تلویزیون هم میمونین، هیچی باکی ندارد. شما به حضور گوش کنید. فقط قرآن در حالت به طهارتی به دستان قپیدن در اجازت نیست. لیکن
در حالت بی طهارت بودن قرآن شما خوانده میتونین، یعنی از یاد میتونین خوانده. یا اینکه انا گوش کردنش هم در حالت بی طهارت میتوانین. امر معروف هم همچنان و همچنان میتونین در حالتی که در اون جوگای خوابتون دراز کشیدگین شما آیت قرآن مثال سوره هایی که میدونین از یاد تکرار کنین، هیچی باقی ندارن. بابای حاجی میرزا زنی من چند سال باز حامله نمی شود. با او گفتن که در حالتی حیض هم خوابه شوم حامله دار می شود. آیا این جایز است یا ناجایز است؟ خدای مهربان در سوره بقره آیت 222 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن. الله مهربان گفت که شما در حالتی که زنها مبتلای بیماری زنانه باشند شما با اونها نزدیکی نکنید تا وقتی که اونها پاک نشوند. یعنی حیض یا همون بیماری زنانه کمترینش 3 روز، زیادش 10 روز. در همین مهلت، در همین حالتی که وای خون میبیند شما هم خوابه نشوید. تمام فقها میگن اگر کسی که بازن در حالت حیض هم خوابه میشود، اگر گویند که نادرست است همی نکن، بگه هیچی گپی ندارد، آدم از دین خارج میشود. ببینیم برادر عزیز، از دین خارج میشه. با اثر نو باید تو کلمه عرضه کنی، اثر نو باید غسل کنی تا باز مسلمان شوی. یا در حالت نفاس وقتی که زنها تولد میکنن، یعنی نفاس که حد اکثرش 40 روزه، در اون حالت هم انا همین خیر کسی اگر گوید هیچی باقی ندارد ای گپ هست، یا با آیت قرآن ثابتن. برای همین احتیاط کنید که این آدم با کفر میبره. و کسی اگر سهوان یا نافهمیده یا شهوت مقصد خیلی حالت تنگ کرد و این آدم دست به همین کار زد، میگه جریمش جبرانش چی است؟ میگه باید 1 دینار یا نصف دینار باید صدقه کنه. 1 دینارش 425 گرم طلا هست، نصفش حساب کنید که یعنی باز 202 گرم طلا. ایرا به نرخ میگردونید چند سو میشود و همین قدر باید که شما صدقه کنین تا همین گناه کردگیتون از گردنتون ساقط شود. خیلی که یک آدم قسم میخوره واللهی باللهی تاللهی یا میگه الله بزنم خدا بزنم، لیکن دروغ میگه. همین حالت در آیت های قرآن کفارت دارد، جبران دارد. یعنی یا 3 روز باید روزه بگیره یا 10 مسکین طعام بده. یعنی با سومی سامانی بگیم باید تا 250 سامان باید جریمه شود. اگر نتر این همچون گناه کبیره نویسانده میشد، پیش خدا جوابگر است. برای این هر یک گناه با خودش جبران و جریمه دارد. لیکن جریمه این همینه. کسی تر دلالت کرده است که زن در حالت حیض اگر نزدیک شوی حامله دار می شود، وای برادر عزیز خیلی گویم طبیبی ابله بوده است که هیچ یگان طبیبی روی دنیا این دلالت کردگی نیستن. از این خاطر از این مسئله انا دادر عزیز دور باشو. از خدای مهربان همیشه تمنا کن که دعا کن که الله مهربان از این نعمت ما را برخوردار بگردان. انشاءالله فکر میکنم کمی در خود ماندگی را احساس میکنم و سوال هایی که در اینجا باقی ماندن، خدا خواهد من اول سوال هایی را که برای شما گفته بودم در باب نشانه های قیامت و مرده میشنود یا نمیشنود، خدا دانا است در همین بین باز 2-3 روز دیگر
ما میتونیم که این سوال ها را جواب بگردونیم و بعدا با سوال هایی که هست یا سوال هایی که با شما مقصد ارسال میکنین انشالله اینا بچه ها